کدوم پادشاه بوده که از مردمش ندزده؟ یه پادشاه نام ببر. اگه شما برای 24 ساعت این قدرت رو بگیری که غیب شی، کسی نبینته، چه گویی میخوری؟ یه مثال میزنم، حالا شاید نباید میزدمش، نه که نباید میزدمش، دوست داشتم نگم ولی میگم فقط چون بچه‌ها باید بدونن. من با پوریا رفتیم مسافرت. خب پوریا رو خیلی میشناسن، پوریا وضعش خوبه، ماشینش فقط $500,000 یه دونش، میدونی، یعنی آدمیه که داره زحمت میکشه، وضعش خوبه، همه میدونیم اینو. ما رفتیم مسافرت، سعی داستانی پوریا به من $200 بدهکار شد. برای ماشینش رو اجاره دادیم، من پولش رو دادم داستان داره، چون لایسنسش کافی نبود، از طریق من رفتیم جلو. این به من $400 برای اون بدهکار بود. بعد از اونجا که برگشتیم به من مسیج زد که سوهل ایمیل مانی تو بده، ایمیل تو بده که من بسات پول بفرستم. من گفتم بابا نمیخواد، به من نقد بده، من وقتی دیدمت بهم نقد بده، نمیخوام بدین بفرستم بری واسه من پول، یا حق دیدم به من بده. و پوریا فراموش کرد خیلی راحت، چون سعیشو کرد، زندگی شلوغه، فراموش کرد. کاملا میفهمم یارو داره میره بانک چک بذاره $500,000، یه $100 هم به من بدهکاره. بعد رفتم خونهشون یا خونه پوریا، روی میزش پول بود، خیلی هم بامزه داستانشو میگم، بسته های 100 تایی $1 بود، 4 تا. و من تا وارد شدم 2 تاشو برشم گوشم تو جیبم و رفتم. نه ببخشید همشو برشتم، هر 4 تاشو برشم گوشم تو جیبم. بعد دیگه پوریا خودش حکم فروشگاه رو داشته تو اون سناریو. نه پوریا اومد تو و پوریا یه چیزی می‌خواست من نشون بده راجع به این پولا، نمیدونم چی بود. بعد پوریا اومد تو و سوال دایس پولا کو، قشنگ چون میدونستی شما پوریا می‌خواست نشون بده. بعد خندیدم پولا رو بهش دادم. بعد یه دونه از این دسته‌ها رو برداشتم، چون داشتم مثلا مکزیک، گفتم من یه دونه لازم دارم $1. گفت که بده، من اینا رو لازم ندارم، واسه دلیل گرفته بودیم دیروز، دیگه لازمش ندارم. من بس یکیشو من میبرم. بعد گفت بده بشمونم چون اینا 100 تا نیستن. گفتم بابا اشکال نداره، شما $5 سرما کلا بذار، نوش جونه. بعد رفتم. بعد دفعه بعد که پوریا رو دیدم، دفعه بعد که نه باش تلفن حرف زدم، بهش گفتم که پوریا پولتو گرفتم گشتم تو کیف پولم، هر وقت دیدمت بیاد باشه بهت بدم. بعد اصلا پوریا گفت تو اصلا مهم نیست، اصلا فرش کن، حالا آروم باش. بعد دفعه بعد که دیدمش، تا دیدمش یه $100 در آوردم، گفتم آره راستی پولت، $100 من بهش دادم. که بعد پوریا اول گفت یه تعجب که، بعد گفت چرا اصلا $1 آمریکایی داری تو کیف پولت؟ گفتم برای تو گذاشتم که پول تو رو پس بدم. یعنی آردی طرف میلیونره، اصلا واسش مهم نیست مکسب رو برمی داشتم فوقش هم گفتم یارو اصلا من بدهکاره، من باید اینو بردارم. بعد که به من میگه سوئد چی بگم، میشه مثلا من 4 تا رو بردارم واسه بدهکاری تورنتو؟ بعد تورنتو چی بود؟ میگم یاد میاد این مقام راست می ندارم، بردار خر که نیستم، عقلم میرسه. ولی نه با رفیقم اینجوری نیستم، با رفیقم وقتی میاد تو دقیقا منم همینطوریم. من اگه به یکی بدهکار بهم باشه هیچ وقت خودم نمیرم اون بدهیه رو مثلا بگم خب من اینو بردارم به حساب اون بدهیه، هیچ وقت کار نمیکنم. نه آره دیگه، منم گفتم مثلا یکیشو نکردم، گفتم که ببین اون یه داستانیه، رفتیم اونجا فلان، چون من بهش اینجوری نگاه کردم، گفتم خب پوریا وقتی من آفر کرد ایمیل بزنه و من گفتم که نه بعدم به من نقد بده، پوریا شاید فکر کرده که من دارم بهش اینجوری میگم که مثلا بابا بی خیال، چون میتونی تو احساس بکنی. بعد گفتم خب اگه این احساسو کرده، اینو ما راحتی کرده، من دیگه نمیرم مثلا $400 به یارو بگم آقا داستان چیه، نوش جونت فلان، تموم شد، اون تموم شد. ولی بعد از اینکه من بهش $100 بدهکار شدم، هیچ جوری نمیدم اینو باز کنم بگم او این به اون ربط داره فلان. نه من خودم بودم، پوریام دوبار هی میگم آقا بی خیال، مثلا دیوونه، این پول گرفته مثلا لازم نیست، پول گرفته بود بده به جی جی، رفت بود استریپ کلاب می‌خواست پخش کنه رو سر دخترا که برقصن، یعنی پولی واسه بپاشه هوا، اصلا واسش ارزش نداشته. حالا من از اون 4 تایی که مونده یکیو برداشتم، اصلا واسش مهم نیست واسه سناریو. بعد من میتونم واسه سناریو سازی بکنم، بگم که خب پوریا به من بدهکاره، پوریا این پولا رو می‌خواست بریزه هوا، واسش مهم نبوده، پوریا پولداره، حالا ما $100 برداریم دیگه چی میشه؟ میفهمی؟ من واسه خودم سناریو سازی کنم، دروغ خودم رو گول بزنم، ولی این کارو نمی‌کنم. میگم که نه من به پوریا بدهکارم، تموم شد. $100 میذارم روی کیف پولم که یادم بمونه، چون میدونم خنگم. وقتی دیدمش سعی بهش دادم، من آقا چه کنم، نه تموم بشه بره. با دوستام اینطوریم، ولی با کمپانیا دعوام شد.
با کمپانیا هی کردن تو پاچه من، هی جنس فرستادن ایراد داشت قبول نکردن، هی رفتیم فلان مثلا میری آیکیا تخت می‌خری میاری خونه باز می‌کنی می‌بینی یه دونه مثلا ضربه خورده داغون شده. خب لامصب اینو من ماشین ندارم برگردونم، شما مثلا 200 تا گرفتین اینو بیارین، من چجوری اینو برگردونم اونجا دوباره برگردونم؟ خب ببین قضیه‌ای که هست، خب ببین این همون قانع کردن است دیگه. خب تو الان اگه بخوای اونطوری نگاه کنی تو می‌تونی بگی که خب فلان دوستم هم مثلا اونجا مثلا جلوی همه منو ضایع کرد، این اینطوری که اون روز مثلا منو قال گذاشت فلان که اینطوری که هی برای خودت میتونی دلیل تراشی کنی. خب ولی به نظر من این بیشتر از این میاد که خب ما اونایی که بهمون وابسته است رو کر میکنیم، اونی که وابسته نیست برامون مهم نیست واقعا. مثلا این بخوای مثلا اگزاجرش کنی اینطوریه که تو مثلا یه نفر که میشناسی نجات میدی یا 10 نفر که نمیشناسی. خب یه نفر که میشناسی به نظر من. ولی خب نمیدونم درست باشه، چیز درست باشه نه درست احتمالاً نیستش، ولی این چیزی که هست این حقیقته. داشتم با دوستم و خانمم صحبت میکردم دیشب، گفتم که ببین تمام آدما چیت میکنن، یعنی همه آدما اگه بتونن کار خلاف بکنن، دزدی بکنن، کار غیر قانونی بکنن میکنن. بعد قبل توی جمع گفتم اینو، قبل از اینکه یکی دو نفر بگن نه درسته میگی، این یه مثال رو زدم همه خفه شدن. گفتم تو الان پاشو برو تو کل دنیا به هر کی که خواستی، دختر پسر جوون پیر، هر کی با هر بک‌گراندی خواستی، برو بهش بگو آقای گل اگه شما برای 24 ساعت این قدرت رو بگیری که غیب شی کسی نبینه چه گویی میخوری. گفتم 100% آدما یا میرن، حالا مردان من صحبت میکنم، یا میرن توی اتاق زنایی که لختن دارن لباس عوض میکنن، یا میرن بانک میزنن. اگه من چیز دیگه اشتباه میکنم یکی اینجا کامنت بذاره بگه نه من مثلا میخوام برم هواپیما سوار شم، بعد کسی خلبا من نبینه. ببینیم که من میرم دست پیرمرد میگیرم خیابون رد همینه. خب این فکته، اینه که هر کی بحث کنه زر میزنه. واسه همین تمام آدما اگر دزدی نمیکنن، اگر چیت نمیکنن، اگر کار بد نمیکنن، به خاطر اینه که میترسن گرفتارش بشن، میترسن گیر بیفتن، میترسن پویان ازش ناراحت شه بگه او ما فکر می‌کردم تو دوست خوبی هستی یعنی دوست خوبی نیستی. از ایناش میترسن. اگه به هر آدمی بگی که تو غیب میشی یعنی چی؟ یعنی پویان نمیفهمه تا ازش دزدیدی، یعنی بانک نمیفهمه تا ازش دزدیدی، یعنی شهردار نمیفهمه تا ازش دزدیدی، دختر نمیفهمه ماماشو نگاه میکنی وقتی لخ شده. یعنی همش کار خلاف و غیر قانونیه، همشون رو بدون استثنا اگه توی واقعیت بکنی میدارن زندان. ولی اون لحظه که به هر کی میگی خب تموم شد دیگه، بس من که نمیدونم زندان، بس من کاری که دارم میخوام بکنم. پس این آقا این واقعیت همه انساناست. حالا بخوای به جنگ با خود تا 50 سال آدم خوبی بودی باور کردی خود آدم خوبی هستی قبوله، خودتو گول بزن، ولی واقعیتش اینه. نه ببین دقیقاً یارو دلیلشو نمیتونه پیدا کنه که چرا اون کار بد رو انجام نمیده، بعد فکر میکنه آدم خوبیه. تو دلیلشو نمیدونی چیه. شاید تو همون دلیل این بوده که یارو ناراحت بشه دستت، یا اینکه تو واقعا جرأتشو نداری اون کارو کنی، یا تو مثلا ته دلت از یه چیزی میترسی. یارو فکر میکنه نه من به فکر فلانم، من به فکر کدوم پادشاه بوده که از مردمش ندزده؟ یه پادشاه نام ببر تو کل دنیا، تو کل تاریخ. من خودم بودم میدزدیدم. اصلا کاری نداریم تو بودی چیکار می‌کردی. ما داریم مثلا احمق 1000 تا مثال داریم که اتفاق افتاده. مطمئن باش 2 تا پویان توش بودن، اگه 50 تا نه، 2 تا سهیل بودن، 2 تا قاسم و جعفر هم بودن. اگه تمام شخصیت‌ها با تمام زبون‌ها از سال 100 200 500 1500 فقط دزدیدن تا دیروز، چرا فکر می‌کنی که بقیه اونجوری نیستن؟ پس کسی که به خط میرسه میگه دیگه من پادشاهم، اینویزیبل شده دیگه، غیر یعنی چش نمیبینتش دیگه، غیب شده. کسی که پادشاه میشه میگه من دیگه تو دنیای شما غیب شدم. بهترین مثال امروزش کیه؟ دونالد ترامپ. 20 تا خلاف کرده نمیتونه بزنش زندان چون رسیده به اون بالا، از بازی اومده بیرون. حالا که از بازی اومده بیرون دیگه هر گوی دلش میخواد میخوره، میره خلاف میکنه، چرت و پرت به مردم میفروشه، هر کاری دلش میخواد دیگه الان میکنه، چپش هم نیست. وکیل یارو افتاده زندان به خاطر این. فکر کن یارو کسی وکیلش بوده که باید اینو دفاع می‌کرده، اون افتاده زندان به خاطر خلافه. یعنی انقدر داره خلاف میکنه، هر کی دور و برشن دارن میگیرن، ولی خودشو هنوز نمیتونن دست بزنن، همینجوری چپ و راست میره بیرون، چپ و راست میره بیرون. واسه همین کسی که دستش بیفته غیب بشه میره تو کاری که خلاف کنه. کسی که به قدرت برسه، پادشاه بشه، بره تو دولت، میره تو کار خلاف، به خاطر اینکه همه دیپشون اینن.
حالا یه سری میخوام واسه خودشون جو بسازن، به قول تو ترسوان، تا حالا نکردن، جرأتشو ندارن، احساس میکنن آدم خوبی ان، قبوله، شما آدم خوبی هستین، ولی واقعیت شماها نیستین. امکان نداره شما باشین، چون خود شما هم دوباره الان فکر خود اگه واقعا آنست باشی بگی غیب بشی، یا میری دختر دید میزنی یا میری پول میدزدی. حالا میتونه از بانک باشه، میتونه از کازینو باشه، میتونه از یه گروه دزد باشن که تو احساس خوبی میکنی چون داری از دزدا پول میدزدی. مگه اینکه مثلا یه چیزی داشته باشی دیگه، یه میگن یه بلیو خاصی داشته باشی به ماورا طبیعی، به کارمایی، به یه چیز عجیبی دیگه. اونم که باز ترس دیگه، باز تو رو آدم خوبی نکرده. آره اونم باز دقیقاً منگ نقطه اول. اصلا کلا خوبی اگه بکنی در ازای یه چیز دیگه، خب همونه دیگه، مبادله است دیگه در واقع دیگه. تو برای اینکه آدم خوبی بودی نه که تو برای خودت کردی که این به این فلان چیز برسی. من چرا تا حالا پول کسی رو ندزدیدم از دور و بریام که وقتی میشم با تو حرف میزنم بگم من ندزدیدم که تو بگی من آدم خوبیم؟ اگه الان مود بود به اینکه هر کی دوزه باحاله، من دوستم میومد میرفت تو توالت دست هر کی فولش بودم، چون میگم باحاله دیگه، من هم داره پول دست گیرم میاد هم باحالم. دلیلی که نمیکنم بخاطر اینکه قیمتش زیاده. اصلا آخه یه چیز، اصلا تو اصلا دنبال اگه بخوای حتی به پولم فکر کنی، تو وقتی از دوستت اصلا به این یه چیز خیلی ساده است، تو اگه از دوستت دزدی کنی همون موقع اون دزدی رو کردی تموم شده خب، ولی اگه دزدی نکنی تو طولانی مدت میتونی سودهای بیشتری از دوستت ببری، یه جا کار گیر میفته ازش کار میگیری، یه جا پول قرض کنی، یعنی تو باز هم با اینکه دزدی نکردی دنبال نفعی. آره دیگه، من که حرفم همیشه همینه، من میگم آدما همه خودخواهن، همه به خودشون فکر میکنن و مشکلشون اینه که آدما هر ثانیه دارن عوض میشن. یعنی آدمی که تمام 55 سال زندگیش خوب بوده فردا میتونه بد باشه، فردا میتونه قاتل باشه، موقعیتشو نداشته، مریضی جدید گرفته، باباشی رو تصادف میکنه، یکی میاد دخترشو انگولک میکنه، این قاطی میکنه، میلیون ها دلیل داره که یه نفر 50 سال 70 سال چپو نگاه میکرده فردا بلند میشه میگه فقط راست. پس وقتی توی دنیا اینجوری میگی نباید به کسی از من اعتماد کنی، باید همیشه توی این فکر باشی که امروز اون روزیه که سهیل میخواد قاطی کنه، امروز اون روزیه که پویان میخواد قاطی کنه، و وقتی با این حساسیت بری جلو ضربه کمتر میخوری. من این از کجا دارم حرف میزنم؟ از اونجایی که من با تمام دوستام که بیزنس کردم یه جوریه کردن تو باچه من، تمامشونا، نه دروغ میگم، پویا نکرده بنده خدا، پویا تنها کسی که به من فوق العاده حال داد، اگرم بخوای بشینی دیتیل نکنی من کردم تو پاچه اون، چون که من تنبل بودم نمی‌رفتم سر کار، اون میرفت، ولی از روز اولم قرارمون این بود، اینجوری نبود مثلا دو درش کردم، گفتم که آقا من راهچار بهت یاد میدم، من حوصله نمی‌دارم سر تو بکن، اونم قبول کرد. تو میتونی بگی این کار نامردی بود، تو هم با هم میرفتی سر کار، حالا قبول، اگه این منطقه بودیم میگم کردم تو پاچه پویا، ولی قرارمون بود و پویا خوشم چه احساسی نداره و پویا تنها کسی که تو پاچه من نکرده. به غیر از اون تمام آدما کردن تو پاچه من. بعد مثلا یارو آدم بدی نیستا، یکی دوست داشتم اومد گفتش که آقا من میخوام واسه کمپانی تو کار کنم، گفتم اوکی، من 5% کمپانی رو میزنم به اسمت اگر این کارو واسم انجام بدی. ما یه سافر لازم داریم که این کارو انجام بده، تو اگه این کارو واسم بکنی من 2 تا 3 تا کارگرم رو بعد اخراج کنم دیگه، لازمشون ندارم، کیفیت کارم میره بالا. گفت اوکی. این حرومزاده اومد 7 ماه این کارو نکرد، بعد 7 ماه میگه تو از من بیگاری کشیدی، پول بده به من. گفتم بابا قرارمون بود که تو این کارو بکنی من 5% بدم، تو این کار نکنی من حتی نمیتونم بفهم 5% کمپانی چیه که بخوام به تو بدم. این سافر لازم دارن که بفهمم کمپانی چقدر پول درآورده آخر ماه که بیان 5%شو بدم به تو، و من نمیتونم الان بفهمم، به خاطر همین نمیتونم به تو پولی بدم چون تو کاری که قرار بوده بکنی و نکردی. بعد گفت اوکی. و همین آدم به من زنگ زد، این موقع وضع مالی من خرابه، یعنی همه پولام تو بیزنس و ایناست، کمپانی خوب داره انجام نمیده و من همه زندگیم قلک دارم. من بچه که بودم مامانم به من یاد داد همیشه قلک داشته باش، من همه زندگیم یه قلک داشتم، همه زندگی خیلیشم خودم میساختم چون میخواستم قلک نشه باز بشه، میساختمش یه جورایی و پرش میکردم و باز میکردم. بعد چند سال همیشه مثلا توش خوب پول بود. قلک از تو ایران یعنی؟ نه اینجا، چون تو ایران پول هر چقدر جمع کنی واقعا هیچ. آره تو ایران وقتی بچه بودم خب میکردم، اون تاثیر داشت، کارگرمونم از با سیخ پول میدوزید تو قلکم، نوش جونش. ولی کلا همه زندگیم قلک جمع میکردم، اینجام که اومدم دارم میکنم، همین الانم دارم میکنم، یعنی یه قلک دارم چون یه سری پولا هست الکی میاد دستت، تو خیابون دارم یه $20 پیدا میکنی، چیکار میکنی با این پول؟
اگه بری باش بخوری بکنی حال کنی هر کاری بکنی تو ضربه زدی به خودت، چون یه شانسی اومده که تو شانس رو پاک کردی تو زندگی. حالا $20 میتونه باشه $10 میلیارد. ولی خب یه جوری هم میتونی بهش فکر کنی، بگی که من اگه قرار باشه بشاشم تو یه پولی، این بهترین پولیه که میتونم بشاشم. آفرین، خیلی قشنگ گفتی. اتفاقا من اومدم همین کار کردم، گفتم پولایی که قابل شاشیدنه یعنی پولیه که تو زندگی من هیچ تأثیری نداره. حالا من چیکار میتونم بکنم که پولی که واسه شاشیدنه تو زندگی من تأثیر بیشتر از شاش داشته باشه؟ فهمیدی؟ بعد من الان هر وقت اینو باز میکنم توش، مثلا آخرین باری که قالکمو باز کردم 2-3 سال پیش بود، $22,000 پول جمع شده بود. خب $22,000 پول خوبیه و من این پولو برداشتم مثلا باهاش همشو طلا خریدم. من هم طلا خریدم. بعد طلا الان 2 برابر شده. سو $22,000 شد $44,000. سو پولی که مثلا بشاشم توش هم شد $44,000. با $44,000 هم میتونم یه ماشین نو بخرم. کش مثلا. یا پارچه چند سال دیگه. الان یه قلک دارم بغل تو نمیبینی؟ کاش مثلا بهت نشون بدم یه بچه‌ها. سنگینه. بذار میتونم بیارمش. آره بیار، جالب شد. خیلی سنگینه. یه قلک دارم که این قلک اون لحظه که گفتی نمیخوام بشکنه فهمیدم که نمیشه آوردش، چون شیشه است توشو میتونی ببینی. بعد این قلک اصلی خودم نیست، این یه قلکه همینجوری گوشمش اینجا که وقتی میری خرید میکنی به $1 $2 میدن که اسکناس نیست، میندازم اون تو. بعد دیگه میندازم توی این مثلا چه میدونم تا 5 سال دیگه احتمالاً خودش مثلا $20,000 میشه. و پاشا که یوم میاد میگه بابا من شده 16 سالم ماشین میخوام، میگم برو گلدونه رو بشکن برو ماشین بخر باش. در صورتی که این $2 که من پس گرفتم هیچ چی نمیشدن اگه می‌خواستم همینجوری بذارمش یه کار کنم، ولی اینجوری میشه. من همیشه یه قلک داشتم. راستی تو ویدیوهای دیگه دیده بودم در مورد مثلا خرافاتی که میدونم نیستی، ولی یه جایی که جالب بود برام این بودش که به قانون جذب گفتی بعضی اوقات اعتقاد داری. اتفاق زیاد میفته دیگه، عصبیم کرده. یعنی مثلا به نفر 5 سال فکر نمی‌کنی، فکر می‌کنی اون رو زنگ میزنه، میگم آخه چطوری هم چیزی میشه. یه بار میفهمم، 2 بار میفهمم، وقتی 7 بار اتفاق میفته از نظر ریاضی هم بشین بکنی میگن 99.999999 نباید اتفاق بیفته. بعد تو میگی چیزی که هستش 0.001 چطوری 7 بار اتفاق افتاد تو زندگی من؟ بعد چجوری من لاتاری نمیبرم؟ اگه انقدر شانسیم چرا لاتاری نمیبریم؟ اگه میفهمیم مثلا سواله. ولی خب از اونم میتونی، ولی یه داستانی هم هست تو ذهنت تو که وقتی که به یه چیزی باور داشته باشی اتوماتیک مغزت اون چیزایی رو میبینه که ثابت بکنه برات که اون چیزی که تو بهش باور داری درسته. یعنی که تو اگه وقتی به قانون جذب اعتقاد واقعا داشته باشی، بین اون 100 بار 90 باری که فکر کردی و اون چیز اتفاق نیفتاده یادت نمیمونه، ولی اون 10 باری که فکر کردی اتفاق افتاده یادت میمونه. حتما. برای همین مغزت اونا رو دیلیت میکنه، میگه این 10 تا بودن، دیدی واقعی بودش، دیدی مثلا اینطوری بودش. آره ولی مثلا یا مثلا یه همون قانون ماشین قرمز رو که فکر کنم میدونی دیگه، همونه قشنگ. آره من گفتم کجا اینو یادمه. اونو میتونی ربطش بدی به این قضیه که چرا ما همه وقتی که میبینیم یه سری وقایعو میگیم که خب پس این اثبات میکنه که ما الان به این قانون جذب باید اعتقاد داشته باشیم، مثل واقعیه. حالا حرفت کاملا درسته. خب اینجوری نم که اعتقاد جدید به من دادی. برای من اتفاقی که افتاد من داشتم میگفتم که من نمیخوام اینو باور کنم و اینی هم که تو داری میگی هم دارم اپلای میکنم، ولی باز عجیبه. میفهمی چی میگم؟ یعنی انقدر این کارو که مثلا میگم یعنی که یه پادکستم گفتم داشتم ویدیوی چی نگاه میکردم، بعد یه دختر یه کار فانتزی کرد، بعد توی مغزم گفتم که چی میشد مثلا خانم منم این کارو بکنه. بعد همون شب این کارو کرد. برام سوال این بود که خب تو اگه همچین چیزی رو بلدی چرا 3 سال نکردی؟ اگه تصمیم گرفتی بعد 3 سال بکنی چرا امشب داری میکنی که من صبح اینو دیدم بعد تو مغزم گفتم چی میشد خانم من این کارو بکنه؟ بعد از اون موقع تا حالا 2 سال گذشته دوباره نکرده این کارو.
خیلی عجیبه. حالا من ویدیوهای تو رو میدیدم، خب خیلی فشار میخوردم، خب چون که تقریبا 99% هر چیزایی که تو ویدیوات میگی من باش قبول دارم. فقط این قانون جذبه رو من یکم توش چیز بودم که میگفتم سهیل که خیلی آدم منطقیه، چرا مثلا روی این قضیه نه مثلا نمیخوام عقب بشی بابا. اینو گوش بده دقیقه ببخشید حرفه. بعد حالا بذار بگم اینو بگم پشمات میریزه. گفتم که گفتم که من اگه مثلا میتونستم با سوی صحبت کنم مثلا باش حرف زدم، میگفتم که چیه داستان اینا واقعیت نداره و اینا. بعد یه شب خواب میبینم که تو داری با مامانم توی اتوبوس حرف میزنی، یه خواب خیلی رندام، ولی تو رو تو خوابم دیدم. بعد اومدم باید صحبت کردم سوال چطوری و اینا. همون فرداش بهم وایس دادی که بیا پادکست بگیریم. خب این یه چیزی بودش. یه چیز بعد از اون که دوباره ببین یعنی اصلا چند تا چیز عجیب پشت سر هم اتفاق افتاد. یه چیز دیگه بود، دوباره خواب دیدم مدگل، تو خوابم مدگل رو دیدم. حالا تو خوابم یه چیز رندام بود ولی لباس تنش بود دیگه. همون موقع فرداشم آره تنش مامان دوست دخترم بود تو خوابم. فکر کنم دوست دخترم چند ساله شده نمیدونم. بعد دیدم فرداش ریاکشن رفته رو ویدیوم، یا مثلا خیلی چیزا اینطوری پشت سر هم برام اتفاق افتاد. خب و من آدمیم که واقعا منطقی ام، یعنی هی به خودم ترغیب میکنم بابا تو اسکلی، اینا چه ربطی داره، ولی انقدر زیاد شده پرام ریخته بابا. و حالا داشتم به اون قضیه که تو میگفتی فکر میکردم که ما توی یه سیمیولیشنی. خب فقط اون یه تیکه از این نظریات من نفهمیدم که چرا نیازه که یه هوش مصنوعی این سیمیولیشن رو ران کنه. خب بابا کنه یه چیزی بر رانش کنه دیگه، نباشه که چجوری ران بشه. خب نه دیگه، تو مثلا یه گیم بازی میکنی، هیچ هوش مصنوعی که نمیاد فکر کنه که چه چیزی. اولا ما به اون تکنولوژی ما اون تکنولوژی نرسیدیم و ما همچین بازی نساختیم. تا اگه یه بازی بیاد بسازی که آقا بازیش کانسپتش دنیاست، بعد اون یارو که صبح خونش میبینه و یه منطقی داشته که چرا از خودش، مثلا تو جی تی ای که داری بازی میکنی یکی کنار خیابون وادار راه میره، اون ای آیش بهش گفتن که تو پاهاتو استفاده میکنی میری خیابون بالا میای پایین. اون اگه یه روزی عاقل بشه به همه کار دیگه میتونه بکنه، ولی الان چون ما ضعیفیم و قدرتشو نداریم فقط به یارو میگیم آقا تو فقط پا داری برو بالا بیا پایین و اونم اینو استفاده میکنه واسه تو طبیعیه. من دارم حرفی که میزنم میگم وقتی این گنده بشه، تو یه بازی درست میکنی تو بازی 7 بیلیون تا پلیر ام پی اس داری، اینا باید یه کاری بکنن دیگه، نمیشه همه راه برن که 7 بیلیون. تو باید یه منطقی داشته باشی که یعنی بهش میگم بگی هی تو چیکار میکنی، بگی آقا من ناراحتم. چرا ناراحتی؟ بچه‌م مرد. بعد این داستانا باید یه چیزی نوشته بشه که چرا بچه این مرد. بچه این مرد به کسی دیگه ضربه میزنه. این یه بچه یه دونه ننی داشت، ننی بیکار شد. ببین خب این میتونه اینه یه دومینو باشه. خب که مثلا بیگ بنگ اتفاق من همینو میگم هست دیگه همه چیز علت. من میگم همینه دیگه. من میگم خب اگه اینطوری باشه دیگه نیازی نیستش که در آن واحد واقعیت‌های جدید ساخته شه، چون همش چیده شده. نه واقعیت جدید نیست. واقعیت جدید مثلا من الان به تو بگم که دلم برای تنگ شد یا دارم نوشابه میخواد، تا میگه دست من نوشابه است، حقیقت رو تغییری نمیده. اگه امروزی که داره هواپیما میسازه هواپیما میسازه، ما داریم ویدیو میگیریم هم داریم ویدیو میگیریم، حقیقت تکون نمیخوره. ولی اینی که من تو راجع به چی حرف بزنیم 2 سال دوربینو، اینو باید یه چیزی بسازه دیگه. و اون ای آی اون بازی بیس روی فکرهای آدما میسازه. میگه سهیل امروز داره راجع به این فکر میکنه، خب ما همین میریم جلو دیگه. واسه چی من میام چیز جدید کرییت کنم؟ بهترین چیز اینه که ای آی سهیل به من فید میکنه که چیو بسازم و اونم میگه اوکی منطقیه. حالا مثلا میاد این دادم من با یه رفیقم فکر کن 7 سال قطع رابطه کردیم، منم تا 7 سال نمیدونم چرا قطع رابطه کردیم. یارو یه روز دیگه به من مسیج نمیزنه، من بهش مسیج میزنم که کجایی، میگه که فلان، میگم که من پول قرض کردی پولمو نمیدی، روی رفاقتم جواب تلفنمو نمیدی چون خجالت میکشی به خاطر پول، هم پولمون رو ازمون گرفتی هم رفاقت تو. اگه اینجوری اگه میشه پولو پس بده که شاشیدم تو رفاقتت. بعد من خیلی اینطوری شدم. اونم به من جواب داد که نه تو به من بدهکاری، فلان جا که رفتیم پول دادم تو پول منو پس ندادی. روی مثالی که واسه با پوریا زدم من یادم نمیره که کسی من پول بده، من تو زندگی حداقل این فکر رو میکنم. بلکه اینو گفتم ببین این موضوعی که تو داری میگی مال 1.5 سال پیشه، مال 2 سال پیشه، من هیچ چی ازش یادم نمیاد.
واسه همین حرفتو قبول میکنم، تو یا دروغگویی یا داری راست میگی. من چون یادم نمیاد چرا بیام دروغ انتخاب کنم، راست انتخاب میکنم. اوکی چقدر من بهت بدهکارم پولتو بدم؟ دیگه جواب نداد و این دوستیمون از اینجا قطع شد. خب دیگه جواب نداد، تموم شد. 7 سال میگذره، تو این چند بار یکی دو بار شده با هم دیگه مثلا صحبتی کرد، نه که صحبت کردیم، مثلا یکی اومده خونه گفته آره پیش فلانی بودم، مثلا یهو من ریمایند شدم ازش، این اتفاق افتاده. بعد از 7 سال تو ماشین دارم رانندگی میکنم، توی اتوبان یهو تلفنم در از کاری که من تازه نمیکنم، توی اتوبان تلفنمو در میارم، میرم توی فیسبوک اسمشو مینویسم که بیاد بالا بهش مسیج بزنم که بگم آقا دلم برات تنگ شده. بعد از 7 سال سرچ میکنم نمیاد بالا، میگم حتما بسته. خانمش هم کلید میلید بود، گفتم حتما شاید مثلا خانمش یه گیری داده بهش، میتونه دلیل داشته باشه که این بسته باشه کندشو. پس اوکی ندارمش. میام خونه به من زنگ میزنه از 7 سال. ببین خیلی عجیبه دیگه، زیاد این اتفاقا میفته با فاصله 2 ساعت، هیچ دلیلی نداره. چجوری اینقدر این دوتا چیز همزمان آخه اینقدر به طور متداوم اتفاق میفته؟ خیلی فقط میگم برای منم عجیبه، یه چیزی که هنوز میتونه بگی کوینسیدنسه، میتونی بگی رندومه. خب به خاطر اینکه تو روش اثبات کردن یه چیز این نیستش که بگی مثلا اینو من الان گذاشتم اینجا دوستم اس ام اس زد بهم، پس چون من اینو گذاشتم اینجا دوستم اس ام اس زد. یعنی همزمان بودن دو تا وقایع به خاطر این نیست آره. که حتما به هم ربط ولی دارن. میدونی مثل چی میمونه؟ ولی اینقدر زیاد میشه مثل اینکه تو هر وقت از خونه من میری بیرون رعد و برق بخوره بهت، دفعه هفتم بهت بگم بیا خونه تو میگی نمیام، میگم بابا آخه رعد و برق بخوره، میگه آقا نمیام. من هر دفعه تو 7 بار از خونه تو اومدم بیرون بهم رعد و برق خورده، من دفعه هشتم نمیام. حالا هی تا بیا توضیح بده هوا تمیزه، بارونی نیست، الان فلان. میگه آقا 7 دفعه با من بارون، چجوری من هفته رو قبول کنم؟ میفهمم گوز به شرق رب نداره ولی چجوری اینو توضیح میدی؟ اینم همچین حالتیه، من نمیفهمم چرا داره اینجوری میشه. بشین ریاضی هم حساب کنی میگه 99 ممیز 99.9999 نباید این اتفاق بیفته. پس تو میگی اوکی، یعنی من انقدر شانسی بوده که شده روی 0.0001 بعد 30 تا داستان توی 3 سال گذشته، نه تو 10 سال گذشته. تو یه خورده واسط دیگه چیز میشه، یه خورده واسط عجیب میشه، ولی هنوز یه آدم خیلی 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 باهوش اگه بشینه خیلی راحت میگه برای همین صفر نیست، برای همین هست 99.999 وگرنه گفتیم 100% اون نمیتونه بیفته. همین که نشون میده میتونه بیفته، افتاد تو هم افتاد دیگه، سگ زده. بعد تو میگی اوکی، بعد میاد برای اونوری میره میگه 8 بیلیون تا آدم داریم، 1 میلیون همچین احساسی دارن، تو میای تقسیم میکنی میبینی میشه همون یه عدد خیلی پایین از اون عدد. بعد میگه اوکی میفهمم ایناشو، نمیخوام قبول کنم. نه خب ببین اون 99.9999 که دیگه خودش 100% تو علمم 100 حساب میشه دیگه بس. ولی حالا این تئوری که تو گفتی خیلی جالب بود و فکر برانگیز بود که یه سیمولیشنیم و سیمولیشنه که 100% تقریبا میشه گفت و یه هوش مصنوعی داره کنترل میکنه اینا. این توجیه باحالی بود. منم یه توجیه باحالی برای خودم دارم، اینه که الان خب بیگ بنگ وقت از هیچ، اگه وقتی که هیچی وجود نداشته جهان ما به وجود اومده، تو بیگ بنگ از هیچ چیز یه چیزی به وجود اومده. خب وقتی یک بار شده از هیچ چیز یه چیزی به وجود بیاد و جهان ما رو تشکیل بده، از اونجایی که بی نهایت هیچی وجود داره میتونه بی نهایت بار جهانهای دیگه هم به وجود بیاد. پس بی نهایت اگه جهان موازی وجود داشته باشه، چون عددش بی نهایته، تو هم ممکنه بین اون بی نهایت ها بی نهایت بار به دنیا بیای، بی نهایت بار مدل های مختلفی زندگی کنی و تو حس وجود داشتن تو یکی از اون جهان ها رو داری، کانشسنست. و وقتی فکر میکنی روی یه چیزی، قانون جذب یه کاری میکنه کانشسنست بره تو یه جهان موازی دیگه که داره یه مدل دیگه زندگی میکنه و اون نفر بهت پیام میده، مثلا اون نفر مثلا آره اینم یعنی تو تلپورت میشی. اینم راجبش پراکور کم میگه، فکر میگم چند پیش یه جا دیدم اینو، پراکور کم میگفت که میگفت راست میگفت شاید تو ترانسفر میشی به پرا یونیورس نمیدونی چون همه چی یکیه. آره خیلی عجیبه. حالا نمیدونستم کسی دیگه ای هم صحبت کرده. آره اصلا یه پروفسور اینو میگه انقدر یونیورس دیگه وجود داره، میگه یعنی الان یه یونیورس دیگه وجود داره که یه نفر عین تو نشسته با قیافه تو توی کانادا به اسم سهیل داره با یه نفر عین تو با قیافه تو به اسم پویان تو آلمان صحبت میکنه و همین جمله رو داره میگه و الان که من دستمو اینطوری کردم اونم دستش اینطوری کرد. میگه تو انقدر چیز میگه مثلا هم مثل این که مثلا سوپر ماریو دارن همه بازی میکنن، بعد یکی بهت بگه همین الان که تو پریدی یه 100 نفر دیگه هم همینجا رو پریدن، تو میگی واو مگه میشه؟ میگه خب آره
800 میلیون تا کپی داره بازی میشه هر لحظه، کلا 10 دقیقه دیگه. بازیه دیگه هر 5 میلیون نفر باید یه جای بازی باشن دیگه. اینم همون حالته. وقتی تو اینجوری بشینم کنی خیلی طبیعیه، میگه آقا اینجوری که پیدم قارچ زدن تو همون ثانیه که پرید با همون زاویه زد قارچ هم در اومد، قارچش هم افتاد نتونستم بخورم، مال اونم افتاد نتونستم بخورم. و حالا این مثلا 1 میلیارده، این بی نهایته. آره. بی نهایت که دیگه اصلا تو اصلا ممکنه تو هر چیزی ممکنه واقعا یه خورده بیشتر از 1 میلیارده. از تو بی نهایت تا بی نهایت جا میشه. یعنی اصلا هیست خیلی عجیبه، میدونی؟ آره. تو میتونی واقعا همه چیز زندگی رو کرده باشی همزمان، یا اصلا 2 تا زندگی یکسان رو داشته باشی، یا اینکه کلا هم سیمیولیشن باشه دیگه، چون که اونم خیلی احتمالش 100 تقریبا، انقدر که علم داره پیشرفت میکنه بازی‌ها واقعی میشن. آره ایلان ماسک اومد همین ثابت کرد دیگه، ریاضی 99.996 ما تو سیمیولیشنیم 0.0000001 زندگیمون واقعیه. یه چیز جالبی هم بود، این بود که میگفت ما تو سیمیولیشن پنجمیم، یعنی سیمیولیشن تو سیمیولیشن تو سیمیولیشن تو آره. سیمیولیشنیم. چون ما خودمون درست میکنیم دیگه، وقتی ما بازی رو درست بکنیم که واقعا اون میشه 6 توش. تو الان جی تی ای بازی میکنی، توی جی تی ای میری تو خونت میری باز میکنی اگه بازی کردی. نه جدا نکردم. یعنی همین الان داریم سیمیولیشن تو سیمیولیشن داریم. یا مثلا سیمز توش میره یارو مثلا با گوشیش بازی میکنه، یا میره تو جی تی ای دیده باشی اینطوریه که تو میری تو خونه گیم رو وا میکنی، بعد میره تو یه گیم دیگه، بعد مثلا یه خط میاد، توپ میاد، خط اینطوری میاد، یه گیم ساده است خب، ولی یه مثالی از سیمیولیشن تو سیمیولیشن که ما خودمون همین الان 1980 کره ما همین بود دیگه. عجیب نیست اگه اون بازی بود که داشتیم الان تو جی تی ای تو 1980. آره دقیقاً. عجیب نیست اگه الان هم مثلا سیمولیشن تو سیمولیشن تو سیمولیشن تو سیمولیشن باشه. برعکس نظرتون رو بنویسین، بگین ما کجاییم، چی هستیم، کی چه اساسی داره. دمتون گرم، مرسی که اومدی آقا، خیلی حال دادی. من یه هفته طول کشید با هم وصل شیم، ولی خوشحالم که گیرت آوردم. خیلی واقعا بامزه هستی، ادامهش بده. عشق منی. با امید روزی که بیام تو آلمان با هم گل بزنیم، وقتی داریم سوسیس میخوریم و آبجو. واش اوف ایشالله داداش، حتما زودتر کار کن. خونتو خریدین، من اولین مهمونت میخوام خودم باشم. حتما ایشالله داداش، عشق منی. آقا خیلی خوشحال شدم وقتت، از مرسی از تمام حرفا که زدی، خیلی حال کردم باهات. با امید دیدار توی آلمان خونتو بگیر، مهمون اول ان شاءالله من باشم. منم خیلی خوشحال شدم، دمت گرم که دعوت کردی، خیلی خوشحال شدم. دفعه دیگه با دسته گل میام پیشه، گل به درد بخور. دمت گرم، برعکس شب روز خوبی داشته باشین. چاکس.